سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. همینطور که خودتون میبینید اومدیم با بازی Sons of the Forest. یه بازی سوروایوال توی سبک ماینکرافت میمونه. بعد بریم برای خودمون کرافت کنیم و سعی کنیم که زنده بمونیم داخل جزیره پر آدمخوار. آقا گیم شروع شد. بریم ببینیم چه خبره. از شانس بعدمون همین الان بارون اومد. ببینید ما دنبال این سه نفر هستیم که ادوارد پافتون، باربارا پافتون و ویرجینیا پافتون. اینا 31 هفته‌ای که گم شدن داخل این جزیره. حالا باید بریم اینا رو پیدا کنیم. اوه تیر زدن. افتادیم آجی. برو بیرون. چقدر مگه اومدیم پایین؟ اوه یکی تو رو اینجا دعوت کرده. این کلت لیون توی رزیدنت ایول 9 نبود. بچه من قبل از اینکه ویدیو بگیرم یه خورده از بازی رفته بودم. میدونم اولاش چی به چیه. رفیقمون کلوینه. بله کر شده. خب مثلا بهش میگیم چوب جمع کنه و اینجا برامون بندازه. خود دوباره دورور یک عالمه جعبه افتاده. ما همه رو ما باید لوت کنیم. شما جی نارنجک توی آپدیت های قبلی این بازی شما اگر جعبه رو لوت میکردین و یه بار از بازی میرفتین بیرون دوباره میومدین داخل بازی، جعبه به حالت عادی برمیگشت، یعنی بازم وسایل داخلشون بود. ولی خب اینو باگش رو درست کردن و الان این اتفاق دیگه نمیافته. سنگای دور و بر رو جمع کنیم که لازممون میشه. آیو بزنیم اینونتوریمون رو باز میکنه. بله جی پی اس تکر
یه تبر و چراغ و با دفترچه راهنما. از تبر هم از دفترچه راهنما که بهمون نشون میده چطوری میتونیم چیز میز بسازیم. دو تا مود داره، اگه ایکس رو نگه داریم خودش عوض میشه. ببینید اون درختی بسازیم خوبه، مثلا این یا این. یه خورده چوب زیاد میگیره واقعا برای اول بازی، ولی خب واقعا میارزه. بریم ببینیم دور و بر دیگه جعبه نیفتاده. آها ای پراش رفت. آجی پراش رفت. رفیقش هم اومد. اینجوری باید بزنیم تا کل پراش بریزه. گوشتشو برمیداریم. خب این از گوشتا 3 تا گوشت خام داریم الان. آتیش باید بسازیم. بذارید من یه آتیش کوچیک بسازم. بذاریم به استیک همینجا بسازیم. خب نه آتیش درست میخوام بسازیم. دورش هم سنگ میذاریم. ای میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم. از اون دو بزرگا لاگ بریم بذاریم اینجا که فعلا لازم نیست، همین کفایت میکنه. ببینید اون کمپ اونجا میبینید داره دود میکنه. اونجا فکر نکنید مثلا جای سیفیه، بدترین جا تو بازیه. اونجا کمپ این آدم خارای اینجایه. خبر رو میذاریم شماره 1، دکمه 1 رو بزنیم خبر برداره. آقا گوشتمون پخته شد. ما تشنمون هم میشه از آب دریا نمیتونه بخوره. این خونه درختی بذارم اینجا، همینجا خوبه. شلوین بیا اینجا. میتونم بهش بگم که برام بیس رو بسازه. همین خونه درختیه. من خودم میرم کم کمکش میکنم که سریعتر تموم شه. اوجی الان که دارم فکر میکنم خیلی زیاده، این خیلی زیاد چوب میخواد. عناب هم مثل این که میخوایم. خب حس میکنم اینجا یه قاره. بر پدرت لعنت. خب وای کلوین نمیاد تو غار نه. جمجمه تیر بود. اینم که چیز خاصی نیست. بلر اینو زنیم. مادر بردشو میگیریم. طناب پیدا نکردیم. طناب هم میخواییم برای ساختن خونه. ای عنکبوت پشمام کشتمش. برای ساختن میتونم یک دونه نیزه بسازم. خب فعلا لازم ندارم، فقط باید تمرکزمون روی همین خونه باشه. من باید برم طناب پیدا کنم. شانس ما هم که تو اینا طناب نداشت. از کجا طناب بیاریم واقعا نمیدونم. بذارید برم من این طرفا. تو این قاره که فعلا نریم به نظر من، چون واقعا سخته. داخل قاره میخوای بری بعد تیر کمون حداقل داشته باش. هیچی این طرفا نیست، زمین خالیه فقط. طناب واقعا نمیدونم از کجا باید گیر بیارم. اسم میکنم یه چیزی هست همین مستقیم. The fuck این چیه دیگه؟ 2 تا کوسه مرده بنازم آقایی. بل کوسه نهنگه به کوسه است. مغزم رید. آقا طناب. آقا بنازم اشما. همینطور شانسی یه طناب پیدا کرد. سریع برگردیم جای خونمون. بذارید این از جی پی اس تاکر مپ هم نشون میده. فاین تیم. 3 تا تیم اونو باید پیدا کنیم. ساعتم 2 بعد از ظهره.
بالا سمت راست میزنه. 13 و 57 شد. مثل اینکه بازی کوسه هم داره. پس پاره ایم. انمیای بازی هر لحظه ممکنه که حمله کنن بهمون. برای همین ما این خونه درختی رو درست کردیم که نتونن اونا بیان بالا. اگه خونه صدای خود کاراکتر بود، یه لحظه ریدم. داشتم میگفتم اگه روی زمین خونه میساختیم میتونستم بیان اونا خراب کنن. از تناب کلوین کدوم گوریه؟ یکم رفته چوب بزنه. منم سریع چوب بزنم. بالاخره قطع شد. درختای سفت و سختی داره. میبینید بچه ها انقدر بازیش سخت به درد سر داره. البته اولین روزاش اینطوریه. مثلا ما یکی 2 روز سپری کنیم بازی یکم برامون آسون تر میشه. ولی خب انمی هم دیگه از اون موقع شروع به حمله میکنن. بعد شما میتونید آزادن برای خودتون چیز میزی درست کنید. یعنی اینطوری نیست که فقط کتاب راهنما رو واسه ببینید. الان میتونید همینطوری بذارید برای خودتون یه قلعه درست کنید. هر چیزی که دلتون میخواد میتونید درست کنید. میگم خیلی شبیه ماینکرافت میمونه. نمیشه بذارم. نه ماینکرافت فقط ریالستیکه، واقعیه. آها این چیه؟ اشمام. وای آجی اینا آدمن. چوب کردن تو آدم آج. از بالا البته. آقا حیف نمیشه زیر زمینو کم. دیگه مثل ماینکرافت میرفتیم شب اول زیر زمین. احمق میشینه. بلند شو برو گم شو. طول سگ رفت. من به دریا نشون دادم. پری هم میکنی ها. نگاه هوا داره تاریک میشه کم کم. ما هم داریم خونمون رو تموم میکنیم. آقا یه دونه دیگه فقط چوب میخوایم. روز اول که فقط توی منطقه خودمون بودیم، ولی خب روز سوم چهارم درختو زد. روز سوم چهارم شاید بریم مثلا تو این قاره و بریم اون طرفا ببینیم اون برا چه خبره. به جای اون کوه برفیه میتونیم بریم. فصلای بازی عوض میشه. مثلا بهار میشه، پاییز میشه، زمستون میشه. هزار تموم. این از خونمون. این همه داشتیم زحمت میکشیدیم. 2 قدم کلن فقط توش جاه. بعدش حاجی اینو میتونم بذارم. بله نه اینو باید بذارم پایین. خب دقیقا بذارم کنار همینجا. عالیه. این میذارم همینجا. این واقعا چیز خوبیه. چی میخواد؟ بله سنگ میخواد و یه خورده چوب. سریع بیاین یکی بیس هم بسازیم که بتونیم بازی رو سیف کنیم. تموم. ساعت چنده بگیریم بخوابیم؟ ساعت 5. یه خورده دیگه بعد بخوابیم. الان واقعا وقت خوبیه برای خوابیدن. خب اینم از روز دوم. ساعت 6:44 صبح. کلوینم که خوابه بیدار شو. یک سیو بزنیم. خب آقا هم تشنمونه هم گشنمونه. بذارید یه غذا بدم به این. فقط آبجور کردن یه خورده دردسر میشه برامون. بقیه‌شو میذاریم برای پارت دوم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. منتظر پارت دوم باشید که قراره کلی کار بکنیم. شاید بریم داخل اون قاره ببینیم چه خبره. برای خودمون آبجور کنیم و خیلی کارهای دیگه. دوستتون دارم خیلی زیاد. مواظب خودتون باشین. فعلا تا پارت بعدی. خدافظ.